خب اعضای محترم شرکت، سلام، وقت شما بخیر. یک روز بسیار پرکار و نفسگیر و سخت. خرمن کوفتن گاو نر میخواهند و مرد کهن توی آفتاب داغ. آقا دهنوی دارن زحمت میکشن، زمین آماده میکنن برای گلای گلایول. پهلوان احمد جوشکاری میکنه. انشالله که کار سریعتر آماده بشه. آقای مهرآبادی هم مشغول نظارت هستن طبق معمول. خدا قوت، خسته نباشن همه. آقای محمدی، آقای مهرآبادی، آقای مهدی صادقی، آقای حمزه‌ای، طبق قولی که بهتون دادم زیر ساخت کار دارم براتون آماده میکنم. از اینجا ببینیم عرضه شما چقدره. متشکرم. عرضه داشتین تولید میکنین، همه رو خوشحال نداشتین هم که هیچ. میریم میشین قهوه رو میزنیم. سلامتش.